یک مرد خدا در روز جمعه مول کشته است. بچه‌ش گفته بچه جان برای نمازخانه را بگی بیو. معرکه کرده یک. بچه بعد نماز جمعه یک ساعت پس تخمین 3 کس میگیره قتیج میورد. اما خدا جون مرد بکشه کی. من ترا گفتم مردم بیو این بچه این قانون تمام کرده. این چیه در مسجد 3 کس بود؟ من یا پدر مردم گفتی یا نمازخانه. میگه نمازخانه. من میگم بعد همین فرض جمعه در همین دهنی در مسجد ایستادم. هر کسی ایدر میبرم سوالش میکردم که اکا امک تاغو همه امام خطیب در همین در رکعت نماز جمعه کدام سوره را خوند غیر همین 3 کسیش که دیگه نمیدونه اوخی ما اون نمازخونه را گرفتم آوردم کشت هیچ عزت نیافت اگر بنده چوبک نیاید به کار عزیزش ندارد خدا و نسلم على سيدنا محمد المصطفى وحبيبنا المجتبى صلى الله عليه وسلم. در این راه جز مرد داعی نرفت گمان شد که دنبال راعی نرفت کسانی که از این راه برگشته اند برفتند بسیار سرگشته اند خلاف پیامبر کسی ره گزید که هرگز به مقصد نخواهد رسید محال از سعدی که راه صفا توان یافت جز در پی مصطفی و علی آله و اصحابه و من اقتدا بهم و اهتدا. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولا از نام حضار محترم از نام عزیزا و بزرگایی که در این محفل خیر شرکت دارند خوب مهمانا باشند خوب خیش اقربا و قوما باشند صاحبای مجلس خیر صاحبای این محفل خیره خاصتا شهبچه را با توی ازدواجش تبریک و تهنیت میگوییم و از درگاه خداوند متعال مسئلت آن را داریم که پروردگار فیض و برکات خیرات و حسنات خیش را به خاطر این روز سعید که افضل ایام است به خاطر این محفل خیر که انشاءالله محفل سنتی است در آن سخن خدا و پیغمبر گفته می شود در این خاندان در این محله در این دیار در خاندان برادرایی که در محفل خیر ما شرکت دارند نازل فرماید. پروردگار قدوم مهمان را به این خاندان میبرد. آمین. پروردگار بزرگ برادرایی که در این محفل شرکت دارند بیزنا را صاحب زنی صالحه و زندارا و فرزندارا را به روز توی نکاحی فرزندا و نبیهاشان برساند. آمین. یا رب العالمین. واقعا مجلس خیر است. در چنین مجلس اگر پند نصیحت نگوییم سخن خدا و پیغمبر برای بندگان و امتان نرسانیم هم در حق صاحب خانه جواب می شود و هم در جان خود جواب میگیریم. هر کجایی که مردم شیشتن یاد خدا نکردند صلوات بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نفرستادند بالای اونا خدای تعالی تیره یعنی حسرت ندامت نازل میکند. اگر بخواهد فردا روز قیامت به عذاب مبتلا شو میکند اگر بخواهد به فضل کرمش گناهشون رو میبخشد. خوب نیست که وقتی نان و نمک خوردیم در نمکدان تف نکنیم شکر نعمت پروردگار را کنیم. خداوند در ذمه ما حقوق زیاد داره الحمدلله. همین که همین جوانمرد شهبچه را به این سن سال بلوغ رسونده است نعمت پروردگار است. تن جان سالمش داده است نعمت پروردگار است. پدر و مادر مؤمن و مسلمان و مهربانش داده است که کمر بسته و این خاندارش میکنن نعمت پروردگار است. این همینوش نعمتایی که در روز توی ولیمش اصلا ولیمه سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. حضرت تاکید میکند اولیم ولو بشاه اگر همین زورت به یک گوسفندم که برسه توی ولیمه را بکن. این نعمت خدا است. این یکی برادرای عزیز دوستای خدا سبحان الله قاریای محترم دوبلای محترم حاجی‌ها عزیزات در این خاندان جمع شدن همین مگر نعمت پروردگار نیستن؟ در روز جمعه که مردم ای هر سه جمع کردن کاری هر کس نیست. یک مرد خدا در روز جمعه مال کشته است. بچه‌ش گفته بچه جان برای نمازخانه را بگی بیو. معرکه کرده یک. بچه بعد نماز جمعه 1 ساعت پس تخمین 3 کس میگیره قتیج میورد. اما خدا جون مرد بکشه کی. من ترا گفتم مردم بیار این بچه این قانون رو تمام کرده این چیه در مسجد 3 کس بود. من یا پدر مردم گفتی یا نمازخانه. میگه نمازخانه.
من میگم بعد همین فرض جمعه در همین دهنی در مسجد ایستادم، هر کسی ایدر میبرم سوالش میکردم که اکا امک تاغو همین امام خطیب در همین در رکعت نماز جمعه کدام سوره را خوند؟ غیر همین سه کسیش که دیگه نمیدونه اخی ما اون نماز خونه را گرفتم و بردم. الحمدلله این نماز خونه در روز جمعه جمع کردن کوئی اندک نیست. پس باید شکرگزاری نعمت پروردگار را کنیم. لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. زیرا پروردگار بزرگ میگه اگر شکرگزاری نعمت الله کرده از این بیشتر و زیادتر براتون میده. اگر شکرگزاری کرده نعمتی از این بیشتر براتون میده. لیکن اگر به شرط کفران نعمت کرده و قدر نعمت نرسیده عذاب من بسیار سخت شدید است میگم، هم در دنیا و هم فردا روز قیامت. باید سعی کردن در کار همیشه در همه موعد قبل از همه یاد خدا کنیم، ذکر خدا کنیم. مردای خدا همه به شکرانه نعمت الله به جای رسیدگی است. یک بزرگمرد گذشته است در تاریخ با نام ابو سعید ابوالخیر. حضرت هم میپرسن همین درجه و منزلت هم چی یافتی؟ میگه یک وقت بچه یوش بودم در بازار، یک موسفید دیدم که یک خلطه در چیزی خریده است، سری حلقه کردگی دیدم موسفید ریشش سفید. اومدم گفتم میگه بابا جان بیا یاردمت کنم. من میگه خلطه‌ش گرفتم از دستشو بردمش با ای بازار بیرونتر اومدم یا جا گفت بچه‌م همینجا مونه شد. بعد میگه گفت یا چی تعلیمت میتونم در ذهنت بگیر همیشه تکرار کن. همین وقتی خالی که یافتی تکرار کن. بیت حقا قرار نتوانم کرد، احسانی تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر موی، یک شکری تو از هزار نتوانم کرد. سبحان الله. این را ببینه اگر در همین بدن انسان شاید که صدها هزار مو باشه، ولی انسانیت یگان اپارات پیدا نکرده است که موی سری آدم حساب کنه، موی حیوان حساب کنه، یگان اسباب نداره را حساب کنه. اینا در عصر پروگرسی تکنیکی زندگی میکنه. همه تمام پشم بدن میگه همش زبان برورن و شکرانه تر کنن شبانه روزی از هزار یک شکری تر انجام داده نمیتونه. الان شب و روز میگه ذکر من همین بود. هر وقتی خالی که میافتم همین را میگفتم. پس ما را باید شکرانه نعمت خدا را کنیم، شکرانه پدر و مادر نازنین نکنیم. آخه پدر و مادر نباشه سعی نکنه کی ای پشتت میخیزه، کی ای پشتت گپ میزنه. ولی همین بسیاری خانه ها را ببینه وقتی پدر و مادر مردن برادرها کم کم از همدیگر دور میشوند. اگر به شرط یگان محفل معرکه نشوه و نیایند در محفل معرکه دیگر آمده رفت چون کم میشوه. همین خود من تجربه کردم به خود قسم. وقتی پدر و مادر هست یا یک نفرش هسته همون برام رشته را گره دهنده همونا بودیان میره دیگه پدر و مادر خبرگیری میره. یک بار دیگه برادرها را میبینی، خش تبورو را میبینی. اما وقتی که همون خط میشید است همون رشته همه اویسته هم دیگر دور میشید. این نعمتی پروردگار است. مهربانی مادر را ببینه. وقتی این ارزویی که مادر داره سبحان الله فرزند به هزار امید و ارزو کلام میکنه، زنش میته. همین باید شکرگزاری نعمت خدا را کنیم که هم مادر مهربان برای مادر است. برای اون که اون مادر نسبت ما مهربان باشه، غم ما را بخره، پدر کم کم زودید کنه. یه بچه‌م کلام شده، بچه‌م زن نمیتی، بچه‌م در فلان جای دخترک خشره یافته است، نمیریم اون را رسقولی کنیم. این پدر کی در یادش میزنه این چیزو؟ همه آدم همین مادر زودیلا همین کارو را میکنه. ولی ما هم یک بچه داریم جرأت نمیکنه ای خودم بپرسه و موچش یافته یوخی. هم در پیش اوچش البته میگه بعد مادرش این زنک مردم حیله و نیرنگش بسیار نیافتی. بعد هم میام مکان شو و همون بچه کم تاریکی نمیشه میشه. اگر سلامای ترقی کلام شده است تو حالی هم در نظر مادرش خیال میکنه که اگر بچه که 10-12 ساله باشه احتیاج داشته باشه. حمیدم شکر نعمت خدا را کردن در کار. حق هزاران صنعت فن ساخته است تا که مادر بر تو مهر انداخته است. برای آن که هم مادر به تو محبت کنه، ای خورید ای لینگت نگیره، در یگان آونه پرتوید، یگان قدش سویست دنگلت نکنه. خداوند هزاران صنعت فن ساخته است، محبت در دل او جا کرده است، ای پیستان و شیر جاری کرده گیای. پس حق سابق از مادر بود، هر که این حق را نداند خر بود. از همین خاطر حق پروردگار سابق از حق پدر و مادر است.
و هر کسی حق الله نمیشناسه حقیقتا خرد. شکرگزاری نعمت پروردگار را کردن در کار. شکرگزاری نعمت خدا را کردن در کار که همون زن نصیب روزی گردونده است. زنی صالحه را. نو در مسجد دیدم یک جوان صالح که الحمدلله در تویش هم شرکت داشتیم. در توی عقیقه فرزندش هم شرکت داشتیم. اومد. پیش این نماز زنگ زد که در کجا من طرف ببینم. من گفتم در فلان مسجد نماز هم میخونیم. اومده حتی نامش نمیگیرم برای اون نام امانت های پیشیم. آدم خوبه. و گفت که من همین دنبال مصلحت پرسی اومدم. ای بالای زنک شکایت دارم. زنک گفت دروغگوی خیانت میکنه. همین خیانت میکنه. گفت یک پش میتنم. اول یک جواب کرده. و پرسیدم که خیانتش در چیه؟ گفت مقصد همین بعضی گپ خبرهایی که در خونه میشه میرود در پیش حق همسایه ها میگه. من گفتم همین کم بودیش. گفت این همین هنری نامپذی نداره. او چند میگه کدبانو با نانای خوب میپخت. ای وقتی در دستی زنه غلط دیدم یکون معرکه رو اگر نان خوب نخورم مقصد دیتا نان و طعام خوب پخته نمیتونه. همین کم بودی شد. برای مصلحت پرسی اومدم که کلونا رو دعوت کنم و بگو که نمیشه از زندگی ما به همین رو ایام دیگر جدا شیم. من گفتم بچه جان اگر کم بودی همین خواهش خدا را شکر بگو. ولی تو ندیده پرابلم او را. ای خدا پناه بده. تو خیانت گفتی تلخه من کفی. یک خیانت های هست در جامعه که ترکی سرت میکفه. خیلی همیه که در پیش یک از سیر اسرار را گفته است من بعد در پیشش سیر اسرار نگو. مرده که به عقل سیر اسرارش به هیچ که نمیگه آخی. در پیش زنک چی میگوی؟ همون زنکی سیردار هم باشه خدای نکرده یکون وقت باید تو یکون شور میگلته یکی اوزه میشود که تزن گرفته همش هم میبروره نمیتبه مونده. با در پیش یک همسویه نی در ادارهای داخلدار میبرم برسونه. خویده زنک همیه یکی. چیزی که سیره نگو در هیچ که. ای برادر سیر که از دشمن نهفتن لازم است به که در افشای آن با دوستان دم کم زنی. سیری را که از همین دشمن باید پنهان بداری در پیش رفیق دوستات هم نگو. دیده ام بسیار که سیر سپهر کجنهاد دوستان دشمن شوند و دوستی ها دشمنی. زیاد دیدم میگه در تجربه حضرت مولانا جامی که در از سیر سپهر کجنهاد بعضا همون دوست دشمن میشود دوستی ها با دشمنی ها مبدل میشوند همون سیر اسرار میبروید. مسئله خوراک نامپزی مشکل نداره آخی. خیلی مادر کمبودی کرد او را تعلیم نداد. امکانیت داری یکان همسایه طباخ داشته باشه یکان زنک یکان سومک برای در کیسهش لغت که بگو میزنی مرا یاد تی. یکان مثلا اگر یکان زنی نامپز باشه کدبانو باشه بگو که همین نونبندی را میزنی مرا تعلیم بده. از برای خدا در سیرک خیر سوال سپیتسواری را یاد میتن یک مسلمان نگو همین در مدت یک ماه دو ماه تا آنپزی و نامپزی را یاد نتن. همه ککس هایی که انشالله توری میشود. اما فراموش نکن که این نعمت خدای وقتی زنه گپ تا گوش میکنه نمازش میخونه سطر داره به فرمان تا خیانت نمیبروید گپ گردانی نمیکنه خاصتا که پروردگار فرزنده که نازنین تو داده است والله گفتم این نعمت های ایرا پشتی پا نزن شکر نکن.